درود دوستان، شبتون بخیر. خوشحالم که امشب هم در کنار شما هستیم. من منتظر میشم تا دوستان دیگه کم کم بهمون اضافه بشن، پژمان وارد برنامه بشه، بتونم اضافهش کنم به جمعمون و بعد برنامه رو شروع میکنیم. امشب برنامه کوتاه خواهیم داشت در ادامه موضوعی که هفته پیش بهش پرداختیم، راجع به رنج بود. از رنج شروع کردیم، اینکه چه رنج هایی داریم. درود میترا جان، خیلی خوش آمدید. و انواع رنج ها راجع به صحبت کردیم، راجع به رنج های وجودی حرف زدیم، رنج های مادی و غیر از این رنج هایی که حکومت ها باعث میشن که ما دوچارشون بشیم. در این ارتباط راجع به زبان مادری صحبت شد، در مورد اتحاد صحبت شد و ما امروز با موضوع اتحاد این مسئله را ادامه خواهیم داد. منتظر میمونم که پژمان بیاد و ما موضوع شروع کنیم. من ممنون میشم اگر که لایو را با دوستانتون شیر کنید، بتونن امشب در کنار ما باشن. منم تا پژمان بیاد این رو برای دوستان میفرستم. سلام. سلام. خب یه بار دیگه خوش آمد میگم به دوستانی که امشب با ما همراه هستن. ما امشب لایو کوتاهی خواهیم داشت و یه کوتاه پژمان مرور میکنه از بحث هفته پیش رو و ادامه خواهیم داد. یکم جلوتر بیارم. درود بر شما، امیدوارم خوب باشید. بحثی که ما داریم و در این قسمت شروع کردیم و بهش داریم میپردازیم مسئله زبان مادری. اتفاقا ما در روزی هستیم که روز جهانی زبان مادری هم هست و حول این واژه بسیار بسیار محتواهای متفاوتی ساخته شده که عموم این محتواهای متفاوت یک مفهوم رو میخواد روش تمرکز کنه و اونم زبان مادری به مثابه واژگان و زبانیه که ما با هم به صورت کلمه و محاوره و گرامر باش حرف میزنیم و خیلی به طور خیلی عامیانه از این به اصطلاح موضوع مهم داره بهره میبره برای اینکه تعریفش کنه. ولی خب ما تلاش کردیم در هفته قبل مطرح کنیم که زبان مادری ما در ایران، زبان مادری ایران به مثابه جامعه‌ایه که آزادی خواهی، عدالت خواهی، تلاش برای توجه به حقوق فردی و زبان مادری رو ما کلمات و واژه ها نمیبینیم. ما چیزی که در هفته پیش در موردش صحبت کردیم روی این موضوع بود. عذر میخوام و دوستان میتونن مراجعه کنن به فایل قبلی هفته پیشمون در رابطه با مسئله زبان مادری و اون موضوع رو از اون قسمت یک نگاهی بهش داشته باشن. و امروز ما علاوه بر این موضوع ما میخوایم وارد مفهومی به اسم اتحاد بشیم، به خاطر اینکه باز کردن این مفاهیم در وضعیت سیاسی که ما امروز در درونش قرار گرفتیم میتونه به ما یک سوی نگاهی بده که این سوی نگاه شاید راهگشای وضعیت سختی که در درونش گیر کردیم باشه و بتونیم مسائل امروز خودمون رو بهش از این زاویه هم، از زاویه‌ای که شاید متداول رسانه ها نباشه، از زاویه‌ای که شاید متداول جریان های سیاسی روزمره نباشه، بهش بپردازیم. درسته. من کوتاه راجع به بحث هفته پیش بگم برای دوستانی که نبودن یا نشنیدن. بحث از در مورد موضوعی بود به نام رنجی که بعضی از هموطنان ما میکشن که بسیار قابل فهمه و قابل احترامه. این که
اجازه ندارن به زبان مادریشون بنویسن یا حرف بزنن یا زبان مادریشون رو آموزش ببینن. بعد راجع به یک چیز دیگه صحبت کردیم، اینکه زبان مادری ایرانی ها شاید در طول این سالها چیز دیگری شده، یعنی زبان مادری یک زبان آزادی خواهانه‌ای شده که دیگه اون زبان واژه نیست ضرورتاً یا گرامر نیست، کلماتی نیست که ما باهاش صحبت میکنیم. این یک دیسکورسه و یک لایه عمیق‌تر از آن چیزی هست که ما به صورت روزمره از زبان میفهمیم. اینکه هموطنان کرد ما، هموطنان آذری زبان ما، هموطنان عرب ما یک زبان مشترکی دارن در اون جامعه با همه هموطنانشون از شرق و غرب و شمال و جنوب ایران، که اون زبان مشترک رو کردهای ایران با کردهای همسایه ندارن یا آذری‌های ما با ترک های همسایه ندارن، به خاطر رنج مشترکی که تو تمام این سالها کشیدن و تجربه تاریخی که داشتن، یک دیسکورس مشترکی الان دارن که اون زبان مشترکشون شده و زبانشون زبان آزادی خواهانه شده. و پژمان هفته پیش به این اشاره کرد که اتفاقاً الان ایرانی ها دچار یک زبان مادری شدن. گویا تا قبل از این زبان آزادی خواهانه یک زبان استبدادی داشتن که میشه گفتش که زبان پدرسالارانه بوده و الان تازه دارن تجربه زبان مادری رو همه با هم فارغ از اینکه با چه کلماتی صحبت میکنن دارن. بعد از این موضوع که دیسکورس مشترک توی یک جامعه وجود داره و زبان از اون لایه خیلی سطحیش عمیق‌تر شده الان بین ما و دیسکورسی ما میفهمیم زبان رو، یک موضوع دیگه هم این در کنارش توجه ما رو به خودش جلب میکنه و اون موضوع اتحاده. اینکه ما همواره هممون راجع به ضرورت اتحاد با هم صحبت میکنیم اما تو این پروسه ناموفقیم، شاید به این دلیل که اتحاد رو دقیقاً برای خودمون توضیح ندادیم یا با دیگری راجبش صحبت نکردیم که بدونیم اساساً اتحاد چی هست. چون ما اتحاد یک کلمه‌ایه که بسیار ازش استفاده میکنیم، خیلی متداوله، اما کمتر معنا ازش میفهمیم و شاید وقتی با هم صحبت میکنیم ما از اتحاد اکثراً چیزی رو میفهمیم که خمینی هم میفهمید. یعنی وقتی خمینی از وحدت کلمه صحبت میکرد اتفاقا تو همون معنا ما هنوز اتحاد رو میفهمیم و شاید به همین خاطره، دقیقاً بحث از اینجاست که به همون خاطره که ما نمیتونیم با هم متحد بشیم، چون تعریف مشخص و کارآمدتری که امروزه به کارمون بیاد از اتحاد نداریم. حالا میتونی که وارد موضوع بشی یا اگر که دوست داری از اتحاد شروع کن. ما برای اینکه به مفهوم در جامعه خودمون پی ببریم، در دوره ملوک الطوایفی یا در دوره سابق، در هزاره قبل، عموما یک قبیله، یک ایل عموما قدرت رو در دست میگرفت و به واسطه قدرتی که در دست میگرفت همه جامعه رنگارنگ ایران رو زیر سلطه اون چتر خودش قرار میداد و باید همه ازش تبعیت میکرد. همونطور که مطرح کردی، خمینی هم وقتی قدرت رو در 57 در دست گرفت با زور سرنیزه همه رو کنار خودش گذاشت. ما بحثی که داریم امشب اینه که ما بیایم ببینیم دوباره به این مفهوم نگاه کنیم. حالا بعضی میگن اتحاد، بعضی میگن همبستگی، بعضی میگن یک پارچگی، بعضی میگن همه چیزا واژه است. ما باید ببینیم این واژه ها چقدر توانایی در بر گرفتن اون مفهومی که امروز بهش نیاز داریم رو، این توانایی رو داره یا اصلا توانایی رو داره که یک مفهوم جدیدی رو بسازه یا یک مفهومی که واقعا عقلانیه رو بیاره روی صحنه. برای همین من دعوت میکنم به مخاطب محترمی که حالا این فیلم، این برنامه رو بعد میبینه، حالا چه دوستانی که الان آنلاین میبینن، اینکه ما تلاش کنیم وقتی که در مورد مفاهیمی در عرصه اندیشه سیاسی بهش میپردازیم، در اون حیطه به مفاهیم با نگاهی بازتر نگاه کنیم، یعنی پیش‌فرض‌هامون رو نسبت بهش تعلیق کنیم و دوباره بهش فکر کنیم. وقتی که ما در یک جامعه به سر میبریم که شکل‌های متفاوتی از مطالبه توش وجود داره، در جامعه وقتی به سر میبریم که دوره‌های متفاوتی از مطالبات پاسخ داده نشده، همینجوری انباش شده،
مثلا کسی که مطالبه سال 88 رو کماکان داره، یعنی هستن کسانی که در سال 88 مطالبه داشتن و الان دیگه از اون مطالبه عبور کردن، ولی کسی که کماکان مطالبه 88 رو داره، کسی که کماکان مطالبه 57 رو داره، کسی که مطالبه 78 رو داره، کوی دانشگاه، یعنی این مطالبات فریز شده در تاریخ، این مطالبات رو یک کاسه کردن کار سختیه. یعنی به لحاظ مدیریت اجتماعی هم باز گویی انگار باید بری و یک چوب و چماقی در دست بگیری و سرمه رو تحت اراده یک قدرت واحد، حالا این قدرت واحد میتونه قدرت پس از جمهوری اسلامی باشه، قرار بدی و بگی همینی که من گفتم دیگه. یا اینکه واقعا ما وقتش رسیده که زبان مشترکی رو که حول این تکثر شکل گرفته در ما و ازش بیخبریم، این رو به یادش بیاریم، این رو بهش نگاه بیاندازیم. گاهن شده گوشه خونتون یه سری وسایل بوده که بهش نگاه میکردید، همیشه باشون زندگی میکردید، ولی هیچ وقت فکر نمیکردید که این وسیله مثلا چقدر به دردم میخوره، چقدر هست کنار من ولی من تا به حال بهش نگاه نکردم. و یه چیزی از این دست، از این جنس چیزها ما در حوزه علوم انسانی، در حوزه اندیشه سیاسی و زندگی روزمره ما بسیار در پیرامونمون هست. خیلی چیزها هست که اگر با یک نگاهی دوباره بهشون مراجعه کنیم، شاید راهگشای شرایط سختی که در درونش امروز به صورت فردی و جمعی گیر کردیم باشه. و یکی از اون چیزا اتفاقا پرداختن به همین مفهوم اتحاد زبان مادری، به کار گرفتن اینها در کنار همه، ساختن یک کمپلکسی از همه اینها کنار هم برای ساختن یک چیزی به معنای روشی برای مبارزه با ساختار اقتدار حاکمه و همه اینها. یعنی ما پیدا کردن این چیزی که در پیرامونمون، در کنارمون، با زندگی ما، با ما داره پیش میاد، پیدا کردن این چیز میتونه یک اقتداری، یک دانایی رو به موقعیت‌های قبلی ما اضافه کنه. و ما و تلاش ما توی این برنامه‌ها و این برنامه به طور خاص اینه که ما بیایم مفهوم رو بازش کنیم، دوباره دعوت کنیم مخاطب به مفهوم اتحاد فکر کنه. آیا امکان داره دو تا وضعیت اجتماعی، دو تا فرد که اصلا زیاد با هم سر یه سری موضوعاتش توافقی ندارن ولی سر نتایج و دستاوردها توافق دارن، امکان داره این دو تا آدم یا این دو گروه اجتماعی یا این ان گروه اجتماعی در یک ظرف مشترک، روش مشترک قرار بگیرن؟ آیا این امکان داره؟ برخی اعتقاد دارن نه، اصلا امکان نداره و خب ذهن ساده اندیش و ساده نگر همواره به پاک کردن صورت مسئله فکر میکنه و قاعدتا ساده اندیشان این جامعه که اندیشه سیاسی رو خیلی سطحی میفهمن میگن نه، هیچ امکان نداره و هر کی باید ساز خودش رو بزنه، هر کی زورش بیشتر شد این بازی رو میبره. اما ما دعوت میخوایم بکنیم که اینطور بازی نیست. یک چیزی در پیرامون ما، در خانه ما هست که ما بهش نگاه نکردیم، یک چیزی که فقط با نگاه کردن از بالا به این رویداد میتونیم این رو ببینیم. اونم اینه که ما بیایم و دقیقاً و دوباره خودمون رو در وضعیت اجتماعی کشورهای منطقه، جامعه های اطراف خودمون بازبینی کنیم. ببینیم فرزندان ما در تمام شهرهای ایران مطالبهشون چقدر با فرزندای کشورهای اطراف ما یکسوه، زنان ما، مردان ما چه مطالباتی دارن، چقدر اینا به هم نزدیکن و چقدر از هم دورن. و من مطلبی رو امروز در مورد نسل زد و نسل زیر 18 سال میخوندم، از ایران وایر بود، در رابطه با اینکه چطور این نسل دیگه کوتاه نمیاد. میگه من مطالبه خودم رو دارم، به پدر و مادر یا به خانواده‌اش میگه تو باید با من خودتو تطبیق بدی، من با تو خودم رو تطبیق نمیدم، من یه خواسته ای دارم، یه عمری دارم، یه زندگی دارم، حول اون باید برم. خب خود همین یک موقعیتی ساخته که اتفاقا نسل‌های جوان ما در تمام موقعیت‌های زبانی کلماتی هست، مثلا کرد، ترک، فارس، بلوچ، عرب فلان، متفاوت با فارس، کرد، ترک، بلوچای منطقه. فارس ایران از افغانستان جداست، ترک ایران از ترک آذربایجان و ترکیه جداست، کرد ایران از کرد عربستان و فلان جدا، از عراق جداست و ترکیه و یعنی ما اگر نگاه کنیم یک جنس از مطالباتی در ما ریخته شده و شکل گرفته شده، اصلا تقدیراً هر دلیل اون شیء کنار اتاقه که به هر حال ما رو با هم همزبان کرده، ولو که ما کلمات هم رو به کار نمیبریم. اون میگه مع السلام، اون میگه علیک سلام، اون میگه
درود اون میگه مثلا بدرود، اون میگه خداحافظ. هر کی برای سلام احوالپرسی مثلا کلمات متفاوتی به کار میبره. یا کرمانش میگه چهره لدماغی، مثلا ترک میگه مرحبا، ترکیه، یا ناسلسونز. کلمات متفاوتن، اما این کلمات نیستن که ما رو با هم در یک زبان مادری مشترک هم زبان کرده. مطالبه که ما دیگه درگیرش شدیم و همه ما به طور خاص با کلمات متفاوت هم زبانی پیدا کردیم و اتفاقا اینجا آروم آروم داریم میفهمیم که یک اتحادی در درون ما بدون اینکه سیاسیون اراده کنن، بدون اینکه سیاسیون برای ما پلن بریزن، شکل گرفته. حالا باید آروم آروم اگر دقت کنیم باید این رو از تو درون جدارهای جامعهمون بکشیم بیرون و باش ارتباطی دقیق‌تر برقرار کنیم. یعنی این برداشتی که از به صورت عامه اصولا اتحاد رو یکی شدن میفهمیم رو قبول نداری. یعنی اتحاد میتونه بین آدم‌های خیلی متفاوتی شکل بگیره که یک ظرف مشترکی دارن ولی بسیار میتونن از همدیگه دور باشن یا اختلاف نظر داشته باشن یا ضرورتا یک شکل نباشن با هم. دقیقاً، یعنی دست گذاشتن روی نقاطی که به قول خمینی میگه وحدت کلمه این خمینی یک چیز کاملا دستور از بالا به پایین بود. یعنی یک کسی باید بیاد به همه بگه بیاین زیر چتر من، مثلا وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت شیعه و سنی، وحدت دولت و ملت، حکومت و ملت، همه اینا دستوری و فرمانی بود. ولی ما واجد یک پتانسیلی شده، جامعه ایران واجد یک ظرفیتی شده که این ظرفیت آدم‌ها رو به هم زنجیر کرده و این زنجیر شدگی بدون اینکه کسی بخواد براش پلن بریزه اتفاق افتاده. ما فقط کافیه این رو ببینیم و درگیر سناریوهایی که جریان‌های سیاسی، جریان‌هایی که مطامع و منافع خودشون در این زمین میچینن، درگیر اینها نشیم و ببینیم اتفاقا اون دقیقه‌ای که در کرمانشاه یه اتفاقی میفته در تهران فضا ملتهب میشه. اونجایی که در مثلا بلوچستان زاهدان اتفاق میفته، در مشهد اتفاق میفته. اونجا که در شیراز اتفاق میفته، در اهواز اتفاق میفته. موجها هم رو پوشش میدن و اتفاقا دست گذاشتن نیروهای امنیتی بر روی زبان به معنای کلمه و واژه و گرامر، این که بگه کردها در اونجا فعال شدن، ترک‌ها در اینجا فعال شدن، یک فردی دختری جوان در فارس فلان، تأکید خبرسازها بر این تفکیک زبانی اتفاقا به فراموشی افکندن واقعیتیه که این تفکیک زبانی وجود نداره. یعنی ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که به شدت اون مفهومی که اتحاد اتفاقا یک پارچه شدن نیست، اتحاد یک شکل شدن نیست، هم فکر شدن نیست، فراموش کردن خود نیست. اتحاد ایستادن بر چیزیه که مطالبه مشترک تمام ایرانی‌ها که اقلیت جامعه رو الان فرد ما میتونیم در نظر بگیریم، فرد ایرانیان درگیرشن و به دست آوردن اون مطالباتیه که برای شخص خودشون میخواد. میگم نسل زد اتفاقا مثل نسل دهه 50، دهه 60، دهه 40 و دهه قبل که خیلی اوضاعشون به نظر من واقعا خرابه، به خاطر اینکه بسیار همیشه راه میان با دیگری بدون اینکه باشه اتحاد داشته باشن، بدون اینکه مطالبه‌ای داشته باشن، همواره کوتاه میان نسبت به یک مسئله. این نسل داره کوتاه نمیاد و پای مطالبهش ایستاده، ولی مطالبهش عربی حرف زدن، فارسی حرف زدن، ترکی حرف زدن، این یا اون نیست. مطالبهش اینه که من میخوام دوست دخترم خودم داشته باشم، سبک زندگی با خودم داشته باشم، دوست پسرم خودم داشته باشم، سبک زندگی با خودم داشته باشم. اگر لزم، اگر هر موقعیت دیگه دارم، خودم میخوام انتخاب کنم. و مطالبه یک سطح بسیار بالاتری پیدا کرده در مطالبه اجتماعی جامعه، در نسل‌های موجود، و این مطالبه داره شرایطی رو ایجاد میکنه. اون شیء که میگم کنار خون است، یه اتحاد ناخواسته بدونی که آدم‌ها به زبانشون بیارن و آگاه بشن برش، شکل گرفته که مطالبه همه رسیدن به مطالبات فردی، مطالبات حقوق فردی و شخصی آدماست که دارن سرش هزینه میدن. سبک زندگی داره ایجاد میکنه، سبک زندگی ها رو داره تغییر میده و روابط حتی در اون خانوادگی رو داره تغییر میده به این. و این به نظر من محور اتحاده. اگر ما برگردیم به صحبت قبلی هفته قبل، ما در حوزه زبان شناسی وقتی میگیم زبان مشترک، ما 4 چیز رو در تعریف زبان داریم. یک
وقتی میگیم زبان، یک معناش یعنی سینتتیک سمنتیک، یعنی دو تا معناش میشه معناشناسی گرامری. سینتتیک و سمنتیک یعنی معناشناسی زبان، کلمه، واژه، مثلا مراجعه کنیم به لغتنامه، مراجعه کنیم به دیکشنری فلان، یا گرامر رو دستور زبانش یاد بگیریم. این چیزیه که وقتی در مورد زبان مادری به طور عام، به طور ژورنالیستی، به طور خیلی عوام پسندانه در موردش صحبت میشه، عوام، حتی کسانی که تحصیل کرده هم هستن، دکترا هم دارن، تحصیلات آکادمیک هم دارن، به صورت خیلی عوامانه وقتی این زبان مادری این دو لایه رو میفهمن. اما وقتی ما در زبان شناسی دو لایه دیگه هم داریم و اینا رو فراموش میکنیم، اون لایه گفتمانیه و لایه پراگماتیکه، یعنی کاربردیه. این دو لایه بحث اصلی ما بر سر اتحاد. ما با دیگران نمیتونیم زبان واژگانمون رو، گرامرمون رو همساد کنیم، کنار هم بگذاریم، مشترکش کنیم. اما تو دو لایه دیگه که اصلی ترین لایه زبانی یک فرهنگه، لایه دیسکورسیو و لایه پراگماتیک، یعنی لایه گفتمانی و کاربردی، در این دو لایه یک اتحاد زبانی در جامعه ایران در حال شکل‌گیریه و این لایه در حال شکل‌گیری رو ما باید بسیار بسیار جدی بگیریم، چون راه عبور ما از این جهنمی که توش جامعه گیر کرده، آگاهی پیدا کردن بر پتانسیل های قدرتمندی که ما رو میتونه کنار هم بگذاره و ما رو پیش ببره. من یه سوال دارم. تا اینجایی که گفتی درست، اینکه مردمی که در ایران زندگی میکنن به خاطر فضایی که دارن توش زیست میکنن، تنفس میکنن، این باعث شده که یک اتحاد ناخواسته صورت بگیره. همونطور که گفتی مطالبه یک جوان کرد در کردستان تفاوتی نداره با مطالبه یک جوان در تهران یا خوزستان یا جای دیگه. یعنی اینا خیلی برگشتن، مطالبه فردی خیلی اهمیت داره، سبک زندگی عوض شده و اون رنج مشترکی که الان مردم دارن درون مرزهای ایران میکشن باعث شده که این اتحاد صورت بگیره و فوکوس روی وجه اشتراک بره بیشتر تا اینکه دعوا بر سر اختلافایی که دارن. بعد اینو توی خیابون ما در زمان جنبش زن زندگی آزادی هم خیلی می‌دیدیم. یعنی وقتی که شما اینجا توییتر دعواهای آدم‌های این طرف آب رو می‌دیدی، خیلی متفاوت بود از مطالبه‌ای که مردم تو ایران داشتن. اونا از تمام این دعواها گذر کرده بودن. یا مثلا توی استادیوم‌ها اون کسایی میگفتن رضا شاه روحت شو، اون یکی هم مطالبه خودش رو داشت، مثلا توی دانشگاه پرچم قرمز به طرفدار اسرائیل بودن، داخل ایران بیشترشون، ولی خارج ایران یه فضای دیگه هستن در است. الان ما داریم پارلمان. راجع به اتحاد صحبت میکنیم برای مردم انسان ایرانی درون ایران که به خاطر فضایی که داره توش تنفس میکنه این اتحاد ضرورتاً براش به وجود اومده و ایرانی هایی که داخل ایران نیستن و این ضرورت براشون وجود نداره، توی فضاهای دیگه دارن تنفس میکنن، از فضای داخل ایران هم دورن و اینکه این اتحاده خیلی ضروری پیش نیامده. سر یک میز نشستن این ایرانی هایی که خارج از ایرانن چطوری میتونه اتفاق بیفته وقتی که شما این ضرورت رو حس نکنید؟ چون زندگی جریان داره، حالا یه دغدغه‌ای هست، ولی اگر خیلی اتفاق خاصی تو زندگیشون نمیفته، با تمام وجود درگیر این وضعیت ایران نیستن. میدونید ایران اگر درست بشه فبحل مطلوب نشم که زندگیشون رو میکنن. من با توجه به تجربه‌ای که در این محیط پیدا کردم و به نظر من معادله ایران در داخل ایران رقم خواهد خورد و اندکن ایرانیانی که در خارج از ایران در حال تلاشن، دارن زحمت میکشن تا بتونن افکار عمومی جامعه های دموکراتیک رو به سمت مردم ایران در داخل بکشونن. فقط کسانی که در خارج از ایران بیشتر در این مسیر میتونن تلاش بکنن و فقط انعکاس صدای داخل میتونن باشن و نه بیشتر، چون همینطور که شما مطرح کردین اون انگیزه و اون تجربه تاریخی و اون دگردیسی تاریخی که جامعه طی میکنه رو به نظرم جامعه مهاجر ازش عبور کرده و در یک وضعیت بلا تکلیفی قرار گرفته که ما میتونیم مثلا یه برنامه در مورد جامعه مهاجر بذاریم. جامعه مهاجر ایرانی نه مثل جامعه میزبان خودش شده که بفهمه در کجا وارد شده، نه مثل جامعه مبدأ خودش الان، چون دگردیسی های تاریخی رو تجربه نکرده، انقدر دور از واقعه و توریستی به ایران نگاه میکنه
امکان فهمش از ایران بسیار بسیار به نظر من خطا داره و ضعیفه و در این مسئله بیشتر موضوعی که من روش تمرکز دارم به نظرم اون تحلیل من از رویدادها در داخل ایرانه. اینکه در داخل ایران و تجربه‌ای که با اون دیتاهایی که ما میگیریم و تحلیلایی که موجوده، اتحاد در کف خیابان‌های ایران وضوح داره که به دفعات همه دیدن و برای همین خیلی از دوستانی که از ایران تضادها و تناقض‌های این طرف رو می‌بینن تعجب میکنن، میگن چه خبره اونجا؟ ما اینجا یه صدای دیگه ای داریم میگیم، شما اونور چیزای دیگه ای میگن که عجیبه برای ما. به نظر من در بیرون از ایران اونطور که بایست اتحادی بعید میدونم شکل بگیره، ولی در داخل ایران اتحاد شکل گرفته، یعنی قرار نیست شکل بگیره، فقط باید این رو به یادش آورد، این رو باید شناختش که اتحاد دیسکورسیو پراگماتیک به معنای زبانی، یعنی زبان مادری ایران چرخش کرده به آن چیزی که اساساً انسان برمیگرده به مبدأ خودش، حق حیات، حق آزادی، مطالبه علیه حق آزادی و مطالبه زبان مادری در ایران که زبان برای آزادی، زبان برای دیسکورسیه که میخواد به آزادی برسه. این در ایران بسیار همگانی شده و خط مقدم این جنبش واقعا زنان هستن، زنانی که عموما این زنان مبارزی هستن که اولین مبارزه رو از دل خانواده هاشون شروع کردن، ارتجاع خانواده ها، ارتجاع سنت، ارتجاع پدران و برادران متوحشی که اینها رو در تحت اسارت و بند خودشون گرفته، اینها رو پاره کردن، این بندها رو با معشوقه هاشون میرن. این زنان میتونم بگم مردانی که با معشوقاشون میرن، خب مردانی که با معشوقاشون میرن کار سختی نکردن، سالها چنین میکردن. بعد این برای جامعه زنان همواره تابو بود و این تابو شکسته شده و این دیوار برلین به نوعی در ایران فرو پاشیده و جامعه ایران به خصوص از بعد از 78 دختران 78 فرزندانی زاییدن، به دنیا آوردن و پرورش دادن که جوانان امروز ما هستند و این جوانان بسیار پیش قراول جنبش نوینی در ایرانند که این خودش هم از آغاز با اتحادی پیش داره میره که اصلا بحث طبقاتی توش نیست، یعنی میتونه از یک محله پایین شهر باشه، محله بالای شهر باشه، یک شهرستان دور افتاده باشه، یک شهرستان مرکز. قاعدتا هر چقدر ما به مرکز میایم این آگاهی فردی و پیدا کردن آگاهی از حقوق فردی بیشتر و بیشتره، به خاطر اینکه امکانات بیشتری هست برای مبارزه و برای همینه که زنان وقتی در شهرهای دور افتاده طلاق میگیرن یا جدا میشن سریع به تهران میان، به خاطر اینکه تهران یک شهر بسیار ضد مرکزه، بسیار ضد مرکزه و مرکز گریزه و این فضا رو دارن باز میکنن برای موقعیت زنان که بتونن خودشون اونجا با زبان مشترک به زبان مادریشون نزدیک کنن، یعنی آزادی خواهی، یعنی حقوق برابر پیدا کردن و فریاد زدن حقوق انسان بودن خودشون در عرصه تاریخ و جامعه. و این یک فرصته و اگر ما به عنوان نیروی سیاسی این فرصت رو به دقت به مخاطب نشون بدیم، مخاطب ببینه خودش رو در آینه خود ما آینه بشیم برای اون و خودش رو ببینه که چگونه در هم تنیده شده، چگونه متحد شده، چگونه مطالبه بسیار قدرتمندی به دست آورده. اینجا به نظر من ما به عنوان یک فردی که در تاریخ یه وظیفه کوچکی داره تا بتونه روشنگری کنه، روشنگری خودمون رو انجام دادیم و به نظر من اون بحث اتحاد در داخل ایران بسیار مهمتر از خارج از ایرانه و اون پیش از آن که اصلا مردم بخواهند به واسطه دگردیسی تاریخی و سنتز تاریخی اتفاق افتاده و مطالبه بر سر مطالبه حق فردیه. سوال من اینجاست، اینکه الان داشتی راجع به توریستی نگاه کردن آدم هایی که ماهایی که خارج از ایرانیم، حتی وقتی که به ایران میریم هم نگاه توریستی داریم، یعنی اون متفاوت شده از زمانی که اونجا زندگی میکردیم. شریعتی یه جمله یادم میاد یه زمانی ازش خونده بودم که میگفت دقیقاً اون زمانی که توی اون فضا تنفس میکرده، میگفت من یه زمانی به ایران برمیگشتم، از یه جای دیگه به بعد به ایران میرم. اون زمانی که به ایران برمیگشتم زمانی بود که توی فضای فرهنگی اجتماعی ایران تنفس میکردم، یعنی ناخودآگاه اونجا زندگی میکردم و میفهمیدم اون فضا رو. ولی وقتی که اون برمیگشتی، یعنی تو جای دیگه مسافر بودی و به ایران برمیگشتی، ولی وقتی که به ایران میری
یعنی داری به جای دیگه ای برمیگردی، دیگه تو اون فضا تنفس نمیکنی و به خاطر همین نگاهی که بهش داری خیلی توریستیه و خیلی خیلی جاها دور از واقعیته. اما بحث سر اینجاست که هر چقدر که اتحاد درون ایران صورت بگیره تا صدای متحدی این طرف آب نباشه که اون اتحاد رو به گوش بقیه برسونه، چقدر این میتونه مفید باشه. یا ما میتونیم اینجا برای اتحاد بین خودمون که یه جامعه جدیدیم، نه شبیه جامعه میزبانمون هستیم نه شبیه جایی که ازش اومدیم، آیا ما میتونیم برای اتحاد با خودمون کاری بکنیم یا همچین امکانی فکر میکنیم وجود داره و اگر هست چی؟ من ساختن همین کمون‌های کوچیک کوچیک در جامعه‌ها و شهرهای کوچیک کوچیک تجربه‌ای میتونه باشه. مثلا چادر اتحاد در هامبورگ در آلمان خب یک تجربه بسیار خوبیه که توسط دوست عزیزی به اسم آرش پیگیری شد، مطرح شد و پیش رفت و شکل گرفت و امیدواریم که این پروژه ها نتیجه بده. در خارج از ایران اتحاد رو باید باید به یاد نره، یه جایی باید تعریفش کنی، یه جایی باید براش نشانه سازی کنی، چون به خاطر اینکه خیلی داستان اینجا پیچیده تره تا داخل ایران، به خاطر اینکه خیلی از کسانی که اینجا هستن واقعا فعال سیاسی نیستن، یعنی پروژه بگیرن و یکم بازی رو سخت میکنه. خیلی از این احزابی که بسیار دارن فعالیت میکنن، ولی در داخل ایران خود زندگی جاریه و این خود زندگی جاری با همه سختیاش شکل دیگه ای داره. من راستش در شکل اتحاد در بین نیروهای خارج از کشور، مثلا دست بحث جورج تاون، دانشگاه جورج تاون بود که بحث مشهور همبستگی پیش آمد، بسیار بسیار جای خوشحالی بود، ولی متاسفانه به علت ناپختگی افرادی که در اینجا زندگی میکنن این اتحاد شکننده رو سست کردن به خاطر سمپاشی و فضاسازی‌هایی که کردن، چون واقعا براشون ایران یک موقعیت توریستیه، نه واقعی یک جامعه زنده و پویا نیست که مطالبه‌ای داره برای حق. مثل اوتوپیاهایی ساختن ازش، حالا چه کسانی که چپن، چه کسانی که راستن، چه کسانی که کمولن، دموکراتن، از دموکرات کردستانن، پادشاهی خواهن، نمیدونم جمهوری خواهن، همه اینها مجموعه افرادی هستن که عموما دیتاهاشون دیتاهاییه که برمیگرده هنوز به 40-50 سال قبل. یعنی هیچ تصویری از امروز ایران که مطالبه جامعه ایران آوانگاردیزمه، اسیانگریه، شکستن نهاد خانواده است، عبور از نهاد خانواده است، عبور از نهاد سنت، اصلا اینا رو لحاظ نمی‌کنن در عرصه عمومی و به همین دلیل چیزهایی که اتفاقا عامل اتحاده توسط اینها دیده نمیشه و هنوز برمیگردن به کهن الگوهای سیاسی بسیار نخنما و شکست خوردهشون و قاعدتا در اون کهن الگوها امکان اتحاد زیاد برجسته نخواهد. ولی ما داریم تلاش میکنیم که برای ایرانیانی که اتفاقا اون در داخل ایران هستن این نقاط برجسته کنیم و به یادشون بیاریم که اتفاقا در یک مفصلی از اتحاد، این در یک مفصلی از تاریخ اتحاد شکل گرفته در درون ایران و بسیار اینو باید به جد نگهبانیش کرد و دوستانی که در خارج از کشور هستن واقعا دغدغه دارن این رو تمرکز بیشتری داشته باشن تا حداقل میگم انعکاس این صدا در بیرون باشیم. این مهمترین کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. مرسی. قرار بود لایو کوتاهی داشته باشیم، فکر کنم که این هفته میتونیم اینجا تموم کنیم، به هفته بعد موضوع ادامه بدیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا هفته بعد، خدا نگهدار. سپاسگزارم. ما امیدوارم اگه دوستان، امیدوارم که ما بتونیم در مورد بحث ایرانیان دیاسپورا هم نقد یا تحلیلی که در موردشون داریم رو اینجا به صورت برنامه ارائه بدیم. شاید برای ایرانیان در داخل ایران هستن شاید جالب باشه این همه تناقض و شکاف و اینها چه جوری داره اتفاق میفته. به جریان شناسی ایرانیان دیاسپورا رو میتونیم داشته باشیم، ایرانیانی که خارج از کشور زندگی میکنن و میشه برنامه خوبی رو در مورد این تولید کرد. و دوستان اگر پیشنهاد خاص دیگه ای دارن، نظری دارن، بحثی رو میخوان که ما اینجا به گفتگو بگذاریم، به صحبت بذاریم، حتما هم خودشون رو دعوت میکنیم که اینجا کنارمون باشن و هم اگر موضوعی رو پیشنهاد میدن میتونن این موضوع رو با ما در میون بذارن تا ما اون موضوع رو اینجا به صورت لایو برگزار کنیم. همه برنامه‌های ما ضبط میشه و در یوتیوب هم قرار خواهد گرفت. سپاسگزارم. شب شما بخیر.